تصور کن یه قاتل سریالی شب‌ها توی خیابون‌های تاریک میگرده و دست به قتل‌های وحشتناک میزنه. قاتل‌های سریالی معمولاً دیر یا زود دستگیر میشن، اما بعضیاشون اونقدر باهوش و بی‌رحم بودن که هیچ وقت هویتشون فاش نشد. سلام، به چنل تاپ 5 خوش اومدین. امروز می‌خوایم راجع به 5 تا از خطرناک‌ترین و مخوف‌ترین قاتل‌های سریالی تاریخ صحبت کنیم. پس تا آخر همراه من باشین. شماره 1، جک قاتل، مرموزترین قاتل تاریخ. سال 1888 لندن در وحشت فرو رفت. یک قاتل ناشناس زنان رو به روشی بیرحمانه به قتل رسوند و بعد ناپدید شد. او بهشون حمله میکرد، بدنشون رو تیکه تیکه میکرد و پلیس رو به چالش میکشوند. جک قاتل یا همون جک د ریپر یکی از معروفترین و مرموزترین قاتل‌های سریالی تاریخه. او قربانیانش رو در محله والچیل لندن پیدا میکرد و بعد از قتل اعضای داخلی بدنشون رو بیرون می آورد. یک قاتل با دقت عجیب که انگار مهارت پزشکی داره. با اینکه پلیس لندن کلی مظنون داشت، اما هیچ وقت هویت واقعی جک مشخص نشد. حتی یه بار خودش یه نامه به پلیس فرستاد و امضاش کرد از جک قاتل، ولی هیچ وقت گیر نیفتاد. شاید اونقدر باهوش بود که همیشه یه قدم جلوتر از پلیس حرکت میکرد. حالا به نظر تو ممکنه یه راز پشت این قتل‌ها باشه یا یه نفر با نفوذ که نمیخواست این پرونده‌ها فاش بشه؟ شماره 2، زودیاک، قاتلی که پلیس رو به بازی گرفت. تصور کن یه قاتل بعد از هر قتل برای پلیس نامه بفرسته و باهاشون بازی کنه. این دقیقاً همون کاریه که قاتل زودیاک انجام میداد. در دهه 60 و 70 میلادی، یه قاتل سریالی در کالیفرنیا چندین نفر رو به طرز وحشتناکی کشت و بعد برای روزنامه‌ها و پلیس نامه‌های رمزگذاری شده فرستاد. توی این نامه‌ها یه سری کدهای مرموز بود که خودش ادعا می‌کرد که اگه کسی بتونه این رمزها رو بازگشایی کنه، هویتش فاش میشه. پلیس تمام تلاشش رو کرد. چند تا از پیام‌های رمزگذاری شده باز شد، اما هیچ وقت نتونستن بفهمن که قاتل کیه. زودیاک همیشه یه قدم جلوتر از قاتل‌ها و حتی پلیس‌ها بود و برای همیشه ناپدید شد. بعضیا میگن که اون یه مأمور مخفی بود، بعضیا باور دارن که شاید توی پلیس نفوذ داشت و برای همین هیچ وقت دستگیر نشد. اما سوال اصلی اینجاست، آیا اون هنوز زنده است؟ آیا ممکنه بعد از این همه سال یه روز دوباره برگرده و قتل‌هاش رو ادامه بده؟ شماره 3، قاتل شبحی تگزاس، قاتلی که ترس رو به خیابون‌ها آورد. سال 1946 شهر کوچکی در تگزاس به نام تکسارکانا به کابوس مردم تبدیل شد. یک قاتل ناشناس زوجهای جوان رو توی ماشین‌هاشون به قتل می‌رسوند. اون یه ماسک سفید روی صورتش می‌ذاشت و قربانیانش رو با ضربات شدید گلوله از پا در می‌آورد. مردم اونو به قاتل شبحی نامیدن، چون هیچکی نمیتونست حتی یه سرنخ ازش پیدا کنه. پلیس چند تا مظنون رو دستگیر کرد، اما مدرکی علیه هیچ کدوم پیدا نشد و برای همیشه ناپدید شد. اما نکته عجیب اینجاست، بعد از این قتل‌ها چند فیلم ترسناک درباره قاتل شبحی ساخته شد و بعضیا میگن که قاتل خودش این فیلم‌ها رو دیده و بهشون افتخار کرده. شاید هنوزم یه جایی دور افتاده یه پیرمرد نشسته و فیلم‌ها رو می‌بینه و به جنایت‌هایی که هیچ وقت براش دستگیر نشد لبخند میزنه. شماره 4، قاتل بزرگراه تورسو، جنایتی که هیچ وقت حل نشد. در دهه 30 میلادی توی شهر کیولند آمریکا، یک قاتل ناشناس یه سری قتل‌های وحشتناک انجام داد که همه رو وحشت زده کرد. اون قربانیاش رو می‌دزدید، اما وقتی پلیس بدنش رو پیدا می‌کرد یه چیز خیلی عجیبی وجود داشت. هیچ کدوم سر نداشتن. قاتل سرشون رو قطع می‌کرد و هیچ وقت هم پیدا نمی‌شد. پلیس حتی یک کاراگاه معروف به اسم الیوت نس رو روی پرونده گذاشت، اما هیچ وقت موفق نشد که بفهمه قاتل کیه. این پرونده تا به امروز یکی از مرموزترین قاتل‌های تاریخ باقی مونده. شاید قاتلش هیچ وقت متوقف نشده و فقط شهرش رو عوض کرده. شماره 5، قاتل یگ آبی، هیولایی که پشت پرده باقی موند. در دهه 70 و 80 یک قاتل سریالی ناشناس ده‌ها زن رو توی ایالت اوهایو آمریکا به قتل رسوند. او قربانیانش رو خفه می‌کرد و روی بدنشون نشونه‌های عجیبی به جا می‌ذاشت. پلیس بارها تلاش کرد که قاتل رو پیدا کنه، اما هیچ رد پایی ازش پیدا نشد. چیزی که مشخص بود این بود که اون یه مرد کارگر با لباس‌های یگ آبی بود که همیشه توی تاریکی کمین می‌کرد. اما نکته وحشتناک اینجاست، بعد از چند دهه با آزمایش دی پلیس به یه سری سرنخ‌ها خیلی نزدیک شد، اما درست قبل از اینکه مدارک کافی به دستشون برسه، همسر همان پلیس به قتل رسید و خود قاتل برای همیشه ناپدید شد. و در نهایت به آخر ویدیوی امروز رسیدیم و 5 تا از خطرناکترین قاتل‌ها رو شناختیم. اگه از ویدیو خوشت اومد لایک و ساب یادت نره و تا ویدیو بعدی مراقب خودت باش، چون مطمئنم قراره ویدیوهای بعدی رو هم ببینی.